الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. برادران عزیز و خواهران محترم، انشاءالله که یکایک تنصیحت و عافیت و سلامت باشید. امروز چند مسئله در باره روزه ماه مبارک رمضان خدمت شما قرائت میکنم و جایی که نیاز به توضیح داشته باشد و تشریح داشته باشد خدمت شما انشاءالله توضیحات و تشریحات آن را بیان خواهیم کرد. یکی از مسئله هایی که مربوط روزه ماه مبارک رمضان می شود و این سحری خوردن است. بعضی ها در آخرهای شب سحری خورده و نیت نموده می خوابند و می پندارند که بعد از نیت کردن دیگر نباید چیزی خورد و یا نوشید. این پندار غلط و نادرست هست. یعنی بعضی ها بر وقتتر سحر خورک میکنند و بعد از خوردن و نوشیدن نیت میکنن، روزه خودشان محکم میکنن و میخوابن و بعد اینا میخیزن که هنوز وقت دارن، هنوز فرصت دارن، یعنی هنوز وقت تمام شدگی نیست. آیا این انسان دوباره خورده و نوشیده میتواند یا نه؟ میفرماید که بله، چون بعضی ها فکر میکند که انسان وقتی نیت کرد روزه خود را بست دیگر خوردن و نوشیدن برای این انسان جایز نیست. نه، چون این چیزی نیست برادر عزیز. تا وقتی که وقتی صبح صادق داخل شدگی نیست، یعنی وقتی سحر خورک تمام شدگی نیست، وقتی بامداد هنوز داخل شدگی نیست، ما اجازه خوردن و نوشیدن را داریم، چی اگر نیت کرده باشیم و چی نیت نکرده باشیم، اشکالی ندارد. انسان اجازه دارد تا صبح صادق بخورد یا بنوشد، چی نیت کرده باشد یا نیت نکرده باشد. مسئله دیگر، اگر روزه رمضان شریف را کسی از شب نیت کند فرض ادا می شود. کسی شب نیت کرد که فردا روزه می گیرم، این نیتی روزش برای فردا ادا شده است، یعنی دیگر دوباره بدون نیت اگر روزه گرفت روزش درست هست. و اگر در شب تصمیم روزه گرفتن را نداشت، یعنی یک نفر اما شب شد نیتش این بود، قصدش این بود که فردا روزه نمیگیرد، حالا بنابر این که مسافر هست یا مشکل دیگر یا بنابر سبب های دیگر نیتش این بود که روزه نمیگیرد و بعد از اینکه صبح شد، یعنی وقتی سحر خورک شد، باز هم نیتی روزه گرفتن نداشت تا اینکه نماز بامداد را خواندن و بعد از طلوع آفتاب، یعنی آفتاب هم برآمد، هنوز این انسان نیتی روزه گرفتن نداشت و بعد از طلوع آفتاب، یعنی بعد از اینکه آفتاب برآمد، بعد در فکر این انسان آمد نیتش و قصدش تغییر کرد که من باید امروز را روزه ماه مبارک رمضان را باید روزه بگیرم. آیا این انسان میتواند الان روزه بگیرد امروز را یا نه؟ ببینید برادران عزیز، اگر این انسان از صبح صادق، یعنی چی وقتی ما خوردن و نوشیدن را باید بس میکردیم و باید روزه خود را آغاز میکردیم، از همون ساعت و از همون لحظه تا الان اگر این انسان خوردن و نوشیدن و همخوابگی و یا هر کاری که روزه را فاسد میکند و روزه را باطل میکند، اگر این کارها را ترک کرده بود، یعنی نخورده بود، ننوشیده بود و کار دیگری تا الان نکرده بود، بله این انسان الان میتواند روزه ماه مبارک رمضان را نیت کند تا غروب آفتاب امروز روزه این انسان ادا می شود و صحیح است و درست است. اما اگر انسان، همین انسانی که تا طلوع آفتاب، یعنی تا برآمدن آفتاب هیچ گونه قصد روزه گرفتن نداشت، اما بعد از صبح صادق خورده بود یا نوشیده بود یا کاری که خلاف روزه است انجام داده بود، الان اگر نیت کند دیگر نیتش اعتبار ندارد
روزه‌اش درست نمی باشد. چرا؟ چون که این انسان در وقت روزه گرفتن چیزی خورده بود یا نوشیده بود. بنابر اون دیگر این انسان امروز را روزه گرفته نمی تواند. مسئله دیگر این است که برای روزه رمضان شریف فقط اینقدر نیت کردن کافی است، یعنی کفایت میکند که امروز روزه میگیرم، یا در شب فقط اینقدر در دلش باشد که فردا را روزه میگیرم. روزه رمضان از این قدر نیت ادا می شود، یعنی شب نیت کند یا صبح وقتی سحر خورک کردن نیت کند هم درست است. با همین قصد و نیتی که در دل دارد روزه ماه مبارک رمضان ادا می شود. و اینکه با الفاظ، یعنی با زبان گفتن روزه آیا شرط هست یا نیست، در قسمت های اولی برنامه ما بیان کردیم که گفتن روزه با زبان شرط و لازمی نیست. اساساً اون نیتی که شرط است و لازم است برای انسان که باید اون نیت را کند، اون نیت قلبی هست، یعنی نیتی است که با دل شما داشته باشید. مسئله دیگر این است، اگر کسی در ماه رمضان نیت کرد که من فردا روزه نفلی میگیرم و روزه رمضان را نمیگیرم، بلکه روزه رمضان را بعداً قضایی خواهم گرفت، در این صورت باز هم روزه رمضان ادا می شود، نه روزه نفلی. یعنی این مسئله این را میگوید که اگر انسان قصداً نیت کرد، یعنی امروز و شبها که روز ماه مبارک رمضان است، مثلا یک نفر فردا را نیت میکند و قصد میکند که فردا این انسان روزه قضایی میگیرد یا یک روزه نفلی میگیرد، نه روزه رمضان را میگیرد. آیا این روزه آن درست است؟ میفرماید نه. این روزه ای که میگیرد، بله، این روزه این خود به خود از طرف روزه رمضان ادا می شود. یعنی هر نیتی که داشته باشد در رمضان مبارک، چی قضایی، چی روزه نذری یا روزه نفلی، هر نوع روزه را که نیت کند، این روزه از روزه رمضانش ادا می شود و نه از روزه نفلی یا قضایی یا چیزهای دیگر. خلاصه این که به هر نیتی که شخص در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، روزه رمضانش ادا خواهد شد، نه روزه های دیگر. بله، البته در اینجا لازم است که انسان حداقل نیتی روزه باید داشته باشد. حالا گرچه قصداً نیتی روزه رمضان را تعیین نکند، یعنی مطلقاً نیتی روزه کرد انسان، حالا چی نوع روزه، حالا گفتیم روزه نفلی یا روزه قضایی یا روزه نذری، اما نه روزه رمضان. همین که نیت کرد انسان، حالا هر نیتی که داشته باشد، نیت‌های دیگرش اعتبار ندارد، بلکه این روزه خود به خود از سمت و طرف روزه رمضانش ادا می شود و نه آن روزه های نفلی که انسان قصد میکنه. الله تعالی یکی من و شما را توفیق بدهد که این مسائل را بفهمیم و برای دیگران انشاءالله برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله.